سلام علیکم، خوش اومدید به روز دوم مسافرت. معلومه باید روزمو با بیدار کردن ایشون شروع کنم، مگر نه اصلا بهم خوش نمیگذره. بعدش هم که معلومه صبحانه خوردیم و دادیم تو دل جاده. اصلا مگه میشه شهرستان باشی و بعد صبحانه نزنی بیرون؟ برعکس کرج هواش خیلی خنک و خوب بود. از کنار یاران مست و گیسو افشان می‌گریزد با جام می. بچه‌ها ساعت 5 و ما هنوز بیرونیم. تازه شبان قرار 12 به بعد بریم بیرون. خب معلومه نمیذارم آهنگ تا آخر بمونه و من باید بیام توی ویدیو. عزیزای دلم صدای منو گوش کنید، صدا بنگی قشنگی. اینجا هم داشتم پلاکا رو سانسور میکردم، زیاد توجه نکنید به زرزرام. بریم واسه بعدش. بچه من رفتم یه دوش گرفتم اومدم. امروز آرایش غلیظ کردم چون اعتماد به نفسم خیلی بالا بود. او مای گایز. خب بس دیگه او مای گایز. و میبینید که چشم سنیته. خیلی دوست دارم این میکاپو. بچه من خیلی بدعکسم و اونی که من میبینم اونی که شما میبینید نیست. و در هر صورت من خوشگلم، شما هم خوشگلید. گلای منید شما. این چه حرفیه؟ بعدش هم که یکم قلیون کشیدیم و تخمه خوردیم. البته من نکشیدم، سرم درد میگیره. معلومه به جز این که بیدارش میکنم باید وایستم تا بازی با دوستاش تمام بشه، چون که من دهاتو بلد نیستم و مجبورم با ایشون برم بگردم. عزیزم اگه این ویدیو رو میبینی نصفی، فقط بذار ببینمت. 3 8 5 6 2 تا کاج بردیم. 2 تا کاج از اول بردیم. واقعا وحش بازی نیست که. تو هم الان جای خودت یه دونه حیوان به حساب بیاری. حداقل من حیوان باشم گربم. بعدش هم که رفتیم شب نشینی. خدای این شب نشینی ها خیلی حال میده. بعدش هم رفتیم خونه خودمون و بازم غیبت. گفتم که بعد 12 میخوایم بریم بیرون. رفتیم بیرون، خیلی خوش گذشت. فعلا